الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در برنامه امروز میپردازیم به بیان مطالبی در مورد سومین مرحله از مراحل سیر و سلوک به طرف الله متعال. بعد از مرحله بیداری و تفکر مرحله بصیرت هست. بصیرت یعنی آن چیزی که انسان را از حیرت و سرگردانی نجات می دهد. بصیرت نوری هست که الله متعال به مسلمانان عنایت می کند که در قالب این نور به صداقت انبیا پی می برند، به آن چیزی که انبیاء الهی از جانب الله متعال آوردند، آن وعده و وعیدهایی که از جانب الله متعال به انسان رسیده. زمانی که انسان این نور را داشته باشد، به حقیقت و کن و واقعیت پیام‌های الله و رسول الله صلی الله علیه وسلم پی میبرد. با این نور بصیرت انسان میتواند که وعده و وعیده‌های الله متعال را ببیند، وعده‌هایی را که برای نیکوکاران داده و وعیدهایی را که برای گناهکاران و برای کافران و مشرکان داده. با این نور بصیرت انسان میتواند که بهشت و جهنم را ببیند، واقعیت‌های بهشت و جهنم را که در قرآن کریم و در احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان شده. با این نور میتواند که نعمت‌های فراوان الله متعال را و عذاب و شکنجه های الله متعال را مشاهده بکند. نعمت‌هایی را که برای نیکوکاران فراهم شده و عذاب‌هایی را که برای بدکاران و کافران و مشرکان فراهم شده. با نور بصیرت انسان مسلمان میتواند که واقعیت‌ها و حقایق قیامت را مشاهده بکند. اهم از نشر و حساب و کتاب و حوض و میزان و صراط و بقیه موارد را مشاهده می کند و با نور بصیرت آنها را می بیند و به حقیقت آنها پی می برد. پس بنابراین این نور بصیرت یک نعمتی هست از جانب الله متعال که به انسانهای مؤمن و با ایمان الله متعال عنایت می فرماید. این بصیرت درجات متفاوتی را دارد و زمینه‌های متفاوتی را دارد. اولین زمینه‌اش بصیرت در اسماء و صفات الله متعال هست. یعنی این که انسان مسلمان الله متعال را آنگونه که الله متعال خودش خود را معرفی کرده آنگونه ببیند و بشناسد. اسماء و صفات الله متعال چگونه هست؟ چه صفاتی رو الله متعال برای خودش در قرآن کریم یا در احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم برای الله متعال بیان شده که انسان مسلمان در قالب نامه‌های متعدد و نامحدود الله متعال و در قالب صفات کمال و فراوانش الله را بشناسد. این بصیرتی که از اسماء و صفات الله متعال به انسان دست می‌دهد یک بصیرتی هست مطابق با واقعیت، دقیقاً همان گونه هست که الله متعال بیان فرموده یا رسول الله صلی الله علیه وسلم در
احادیث خودش برای ما مشخص کرده. ما نمیتوانیم از طرف خود برای الله نام و نشانه هایی رو تعیین بکنیم. نه در مورد ذات الله متعال ما میتونیم قضاوتی رو داشته باشیم، نه در مورد اسماء و صفات الله متعال، مگر در آن مواردی که الله متعال خودش در قرآن کریم بیان فرموده و یا رسول الله صلی الله علیه و سلم در احادیث خودش برای ما بیان فرمودند. الله متعال صفات فراوانی را دارند، من جمله این که الله متعال حی هستند، حی لا یموتند، یعنی این که زنده ای که هرگز نمی میرد. قیوم لا ینام، بیدار هست و هرگز به خواب نمی رود. ذاتی که حیاتش و زندگانیش کامل هست، بی عیب و ایراد هست، نقصی در آن نیست و همچنین همیشه بیدار هست و هیچ زمانی نمی خوابد. پروردگاری که علیم هست، آگاه و دانا هست، حتی به اندازه یک ذره نه از دنیا و نه از آخرت بر الله متعال پوشیده نیست. پروردگاری که بصیر هست، بینا هست، همه چیز را می‌بیند، حتی مورچه سیاهی را در شب تاریک که بر سنگ سیاهی حرکت می‌کند دقیقاً می‌بیند و تحت نظر الله متعال هست. الله متعال سمیع هست، یعنی شنوا هست، تمامی صداهای پایین و بلند را الله متعال میشنود. پس بنابراین انسان مسلمانی که به این بصیرت برسد که پروردگاری که من دارم زنده هست و همیشه بیدار هست، پس بنابراین هر لحظه ای که من نیاز داشته باشم همین زنده و بیدار را من صدا می کنم. غیر از الله متعال همه می میرند و همه در خواب فرو می روند. تنها کسی لیاقت صدا کردن را دارد و دعا کردن را دارد که همیشه بیدار هست و همیشه زنده هست. پروردگاری که از همه چیز من آگاه هست، پروردگاری که در هر حال مرا می بیند، پروردگاری که در هر حال صدای مرا می شنود. اگر این صفات الله متعال را انسان همیشه در ذهن داشته باشد، این صفات بیشترین تأثیر را برای تزکیه نفس و برای مراقبه دارند که انسان اگر این صفات را در ذهن خودش همیشه حاضر داشته باشد، مطمئناً در رفتار و گفتار خودش تجدید نظر خواهد کرد. این یکی از مواردی هست که انسان مسلمان باید در این زمینه بصیرت داشته باشد. بصیرت در مورد اسماء و صفات الله متعال. اسماء و صفات الله متعال را فرا بگیریم و معنی آنها را کاملا ما باید در نظر داشته باشیم. مورد دوم، بصیرت در امر و نهی الله متعال هست. قرآن کریم سراسر یا دستوراتی هستند از الله متعال که فلان کار را انجام بدهید، یا این که منهیاتی هست ما را نهی کرده که فلان کار را انجام ندهید. انسان مسلمانی که بصیرت دارد در امر و نهی الله متعال، میداند که الله متعال چه دستوراتی به ما داده، دستور داده که چه کارهایی را انجام بدهیم و ما را منع کرده که چه کارهایی را انجام ندهیم. چون این انسانی هیچ وقت به خاطر شبهه‌ای یا به خاطر شهوتی با دستور الله متعال مخالفت نمی کند. در انجام دادن دستورات الله متعال دنبال فلسفه و حکمت نمی گردد. نمی گوید چرا الله متعال این حکم را مقرر کرده، چرا و چگونه در کارش نیست. انسانی که
با بصیرت خودش اوامر و نواهی الله متعال را درک می کند، به هیچ عنوان به خاطر شهوتی دچار منهیات نمی شود و مواردی رو که الله متعال از آن نهی کرده آنها را انجام نمی دهد، زیرا که این انسان می داند، از واقعیت خبر هست که امر و نهی الله متعال وعده و وعیدی را در پی دارد. وقتی که الله متعال امری کرده و به ما وعده ثوابی را داده و وقتی که نهی فرموده وعید داده، ما را تهدید کرده که شما را مجازات می کند، انسان مسلمان به امید پاداش الله متعال دستورات الهی را انجام می دهد و از بیم مجازات الله متعال به منهیات دست نمی زند و مرتکب نمی شود. این گونه مسلمان همیشه دستورات الله متعال را مد نظر دارد. بصیرت در وعد و وعید الله متعال، وعده هایی رو که الله متعال داده و وعیده هایی رو که الله متعال مطرح کرده برای من و شما، اینها دلیل بر الوهیت و دلیل بر ربوبیت و دلیل بر حکمت الله متعال هست. هر وعده ای رو که الله متعال داده بنابر الوهیت و ربوبیتش بوده، بنابر حکمتی بوده که الله متعال میدانسته، و هر موردی رو که الله متعال ما را از آن نهی کرده، وعیدی را صادر کرده، این هم به خاطر الوهیت و ربوبیت و حکمتی هست که خودش میداند. و هر گونه شکی در وعده و وعید الله متعال در واقع شک در الوهیت و ربوبیت الله متعال و در مورد حکمت و فلسفه‌ای هست که الله متعال از این وعده و وعید در نظر داشته. با این بصیرت در قلب انسان معارف الهی و معارف و معنویاتی ایجاد می شود که از طریق دیگر قابل درک و قابل دریافت نیست. و این بصیرتی که از جانب الله متعال به انسان عنایت می شود و این شناختی که انسان به آن می رسد، این یک فراستی را در پی خواهد داشت. در حدیثی که حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه روایت کرده، رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرمایند که اتقوا فراست المؤمن فانه ینظر بنور الله. از فراست مسلمان بپرهیزید، زیرا که مسلمان و مؤمن با نور الهی می نگرد. گرچه این روایت از نظر سندی یک مقدار مشکل دارد که راویی که از ابو سعید روایت کرده عطیه اوفی هست که جز راویان ضعیف هست، اما به صورت کلی انسان این رو احساس می کند که با این بصیرتی که انسان مسلمان حاصل می کند، یک نوری را و فراستی را الله متعال به انسانهای مسلمان عنایت می فرماید. مورد دیگری که باید به آن توجه داشته باشیم و در واقع مرحله چهارم هست و منزل چهارم هست، عزم هست. عزم یعنی اراده هجرت کردن، اراده حرکت، تصمیم حرکت به طرف الله متعال، تصمیم فراهم کردن توشه برای قیامت خودمان و برای این سفر طولانی خودمان. یک عزم قطعی و جدی که توأم با عمل باشد، همراه با عمل باشد. یعنی این که اراده بکنیم و تصمیم بگیریم و بعد از تصمیم گرفتن و بعد از این عزم بلا فاصله وارد عمل بشویم تا این که برای آخرت خودمان توشه‌ای را فراهم بکنیم. فاذا عزمت فتوکل علی الله. به محض این که عزم کامل شد، انسان جدیت پیدا کرد
باید توکل بکند بر الله متعال و در این مسیر گام بردارد. و این عزم و اراده بر دو نوع هست. یک عزم و اراده یعنی یک تصمیمی هست که انسان اراده می کند، تصمیم می گیرد که در این مسیر حرکت بکند، خواسته های الله متعال را انجام بدهد و از منهیات الله متعال پرهیز بکند و تصمیم می گیرد که انسان نیکوکاری باشد، از بدیها و از بدکاران خودش را ببرد و جدا بکند. این آغاز این راه هست، اولین مرحله عزم هست. عزم دیگر به معنی پختگی در این اراده هست، به معنی قاطعیت و جزم داشتن در این عزم هست که آن لازمه ادامه مسیر هست. انسانی که این عزم خودش را همیشه جزم می کند، همیشه آن را تجدید می کند، در مسیر راه سست نمی شود و راهش را حتما ادامه خواهد داد. در این مرحله ما نیازمند این هستیم که باید نگاه بکنیم که در مسیری که ما به طرف الله متعال می رویم، در راستای سیر و سلوک به طرف الله متعال، چه چیزهایی برای ما مفید هستند آنها را با خود همراه داشته باشیم و چه مواردی به ضرر و زیان ما هستند آنها را کنار بگذاریم. بارهای سنگینی را که توان حملش را نداریم ما باید در دنیا آنها را بگذاریم، زیرا که این سفر طولانی هست، سفری هست که برگشتی در کار نیست. هر چیزی را که در این سفر لازم داری و برای آخرتت مفید هست و سودمند هست و نیاز پیدا می‌کنی در آخرت، همین امروز باید آن را با خود بگیرید. اگر امروز این توشه را و این آمادگی را نگرفتی، راه برگشتی نیست که بخوای دوباره برگردید و این ابزار را و این وسایل را و آمادگی را از اینجا در واقع تهیه بکنیم. پس بنابراین انسان مسلمان این مواردی رو که من عرض کردم تا کنون، یعنی بیداری و تفکر و بصیرت و عزم، اینها 4 مرحله اساسی هستند، 4 مرحله زیربنایی هستند برای سیر و سلوک به طرف الله متعال که بعد از آن مراحل دیگر شروع می شود. و این دقیقاً مانند یک سفر ظاهری و فیزیکی هست. انسانی که میخواد در دنیا به سفری برود، از یک شهری به شهر دیگر برود، لازمش این است که اول باید بیدار بشود. انسانی که خفته نمیتواند به سفر برود، باید بیدار بشود، اهمیت سفرش را درک بکند که این مرحله دومش هست که باید تفکر بکند که این سفر برای من لازمی هست، حتمی هست، من باید به این سفر بروم و در این سفر به چه چیزی نیازمند هست اونها را همراه خودش بگیرد. و یک بصیرتی را انسان مسلمان در سفرهای دنیوی لازم دارد که این راه از کجا می رود، کدام راه نزدیکتر هست و در کدام راه راحتی بیشتر هست، اینها را باید در نظر بگیرد و در مرحله 4 تصمیم قطعی بگیرد برای سفر. در سفر دنیوی بدون از این 4 مورد ما نمیتوانیم به سفر برویم. حتما انسان باید بیدار باشد، تفکر و تأملی داشته باشد در این سفر خودش و برای فراهم کردن توشه‌ای برای سفر، بصیرتی داشته باشد در خود سفر و در راهی که می رود و همچنین عزم و اراده قوی و محکمی داشته باشد. اگر این موارد فراهم باشند انسان می تواند که به سفر برود. سفر به طرف الله متعال، به تعبیر قرآن فرار الی الله تعالی، یه سیر و سلوک به طرف الله متعال و طی کردن مدارج و پله ها به طرف الله متعال دقیقاً این گونه هست. بیداری را ما ابتدا باید داشته باشیم و همچنین تفکر و بصیرت و عزم را. این 4 مرحله مراحل اساسی هستند برای رسیدن به الله متعال و برای سیر و سلوک به طرف الله متعال. ما این سیر و سلوکی که عرض می کنم و این مراحلی رو که عرض می کنم، اینها بسیاری از این مراحلی هست که در تمام مسیر اینها را ما باید همراه داشته باشیم. این گونه نیست که وقتی که از این مرحله رد شدیم به مرحله قبل ما
نیاز نداشته باشیم، بلکه به این بیداری در تمام مراحل ما نیاز داریم. به تفکر و به این بصیرت و به این عزم در تمام مراحل ما نیاز داریم. اگر اینها را تا آخر همراه نداشته باشیم، امکان دارد که در وسط راه از ادامه راه باز بیاییم و سفر خودمان را ادامه ندهیم. پس بنابراین این 4 مرحله را باید همیشه به عنوان زیربنا و اساس در نظر داشته باشیم و انشاءالله در جلسات آینده مطالبی دیگر را و مراحل و مدارج دیگر را خدمت شما عرض می کنم، به امید این که همه من و شما انشاءالله به الله متعال و به سعادت دنیا و آخرت انشاءالله نائل بیاییم. تا برنامه دیگر شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.